طوری گفتیم سال 2014 پر از تحولات و گاه مشکلات سیاسی بود که بعضیش ماه‌ها دوام کرد. ما با کارشناسان در تاجیکستان مراجعت کردیم که از روی جدول 5 بلا با کار حکومت در سال 2014 بها بدهند. من فکر میکنم که با بهای 5 میارزد، چون که در سالی که سپری شد واقعا هم با راهبری پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و با تشبس‌های بی‌واسطه او در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق پیشرفت‌ها به دست آمد. تاجیکستان همزمان با دستاوردهای بسیار خوب هم نایل گشت. اگر از روی در مورد اگر با مثال ها گویم، مثلا حجم افزایشی مجموع محصولات داخلی جمهوری در حدود 5 تا 7% افزایش هم یافته است. این نشان دهنده دلیل روشن اون است که من فکر میکنم که در همه ساحه‌های خواجگی خلق واقعا هم در استحصالات، هم در بخش‌های فرهنگ و هم در ساحه‌های ساختمان و دیگر عموما موفقیت‌های قابل ملاحظه هستند. بنده بر آن هستم که البته همه گونه بهاگذاری‌ها نسبی اند، ولی اگر واقعا سخن درباره بها و فعالیت‌های هر سه شاخه حکومت، حاکمیت اجراییه، قانونگذار و سودی در تاجیکستان برای سال 2014 می رود، فکر می کنم بهای بالاتر از 3 گذاشتن اشتباه می بود و یا دروغگویی و یا ترغیبات دقیق ترش. و فکر میکنم که انتخابات پارلمانی سال 2015 که در ماه مارس برگزار خواهد شد، مردم تاجیکستان با این وضع اجتماعی، اقتصادی و بحرانی که در آن قرار دارند بهای درست خواهند داد و این پیش از همه در اشتراک در انتخابات معلوم خواهد شد. هرچند 1% هم باور ندارم که حکومت فعلی انتخابات برگزار کند، دقیق ترش مثل 20 سال پیش هم یک صحنه سازی بیش خواهد نبود. به نظر شما توجه و یا پریوریتیت حکومت در سال 2015 چی خواهد بود؟ حکومت تاجیکستان را ضرور است که اگر واقعا میخواهد حکومت مردمی باشد، حکومتی باید باشد که فعالیت‌هایش با ثمر باشند، پس باید اصلاحات جدی سیاسی و ساختاری را پیاده کند. نظام یک حکمرانی در کشور را باید به دست خود برهم زند و با اون آبرو و ایمیجی که و سطح دستگیری مردمی که امروز پرزیدنت امام علی رحمان دارد، او حداقل برای 1 یا 2 سال دیگر همچنین کارت بلانش از مردم هم دارد و باید این گونه اصلاحات ساختاری و سیاسی جدی باید پیاده شود. وقتی که پرزیدنت امام علی رحمان میگوید که در جیبش کادر ندارد، او باید فهمد که باید انتخابات های آزاد پارلمانی را اجازه داد در تاجیکستان تا دهها و صدرها کادرها در سطح مجلس های وکیلان خلق ناحیه و شهرها و مجلس نمایندگان پیدا شوند و واقعا از قشرهای گوناگونی مردم در مجلس نمایندگان نمایندگی کنند. من فکر میکنم که در سال نو، در سالی که ما امروز در آستانه آن قرار داریم، مقامات جمهوری بیشتر به بنیادی به تشکیل و تأسیس جایهای نوی کاری اعتبار بیشتر میدهند، چون که ما مشکلات مهاجرت داریم. مشکلات مهاجرت برای ما پرابلم بسیار مهم است و حل آن در نزد حکومت جمهوری از مسئله های اول به حساب می رود و تا این وقت من فکر میکنم در دوام سال در حدود، اگر خطا نکنم، زیاده از 230,000 جای نوی کاری هم تأسیس داده شد. ما نمیگوییم که جایهای کاری نو نمیرسند، جایهای کاری نو هستند، لیکن بنابر کمبود معاش، کمی معاش، جوانان و عموما اونهایی که قابل
مهنت هستند، نفرایی که قابل مهنت هستند، اونا بیشتر میخواهند که معاشی خوبتر دریافت کنند. به همین خاطر است که صف مهاجران زیاد شده است و فکر میکنم که در سال نو جایهای نو کاری بیشتر مهیا کرده میشد و جوانان ما در جمهوری خودمان مشغول کار میشند و این تاجیکستان و این وطن محبوب خودمان را آباد و آسوده